من فکر کردم شما دغدغه حق و حقیقت و جامعه مدنی و این حرفا رو دارین. از من اینو بشنو، دور و بر این پرونده نپلک. هنوز نرسیده شر را انداختی. حامد این پرونده رو تبدیلش نکن به سر و صدا. از زور مردم میترسی. آره زورشون زیاده. ولی موکلت الان بالای داره. شوهر شما موی دماغ شده. تنها چیزی که مطمئنم این که این خودکشی نکرد. حامد خیلی ساده پیشی آتیشو بزرگ رو انداخته برام. از سوسایی در اومدن فکر نمی‌کنم اتفاق خوبی برات باشه. این یه جوری حرف میزنه انگار از اینی که اون برای زمین واسطه من باید بترسم. دار دسته نیویورکی نوید عشیری رو افتاده تو شهر یکی سر همه رو زیر آب. دست پای دختر دیگه هم هست. اسمش مانیاست. هم دختر پیداش نیست. میگفت قبل از این اتفاق تصمیم داشته یه سری سند منت بزنه به نامش.